از برادران من میفهم بعضی سوالا ممکن در کامنت از من. باز برادر ابو محمد تشریف آوردن، شما اینا وارد برنامه شدین، صحبت داشته باشین، بفرمایید. برادر ابو محمد مدنی، شما در صفحه هستین، اینی برنامه شما هست، مایک شما فعال است، خود شما هم فعال هستین، میتونین صحبت بکنین. وقتی رنگ اسم یک برادر به این ترتیب نشان بده به معنای است که وارد شده و میتونه صحبت بکنه. بفرمایید برادر ابو محمد مدنی. برادر مایک برادر مثل که مشکل داره شیرغم. الله اعلم. نه شاید همون مشکلی که از ما قبلا داشته فکر کنم همون مشکل داره، مشکل مایکی اون. او به صورت است که اصلا بالا آوردن نمیتونه آدم دوره. عالی برادر سمسی بالا آمده و مایکشان فعال است. بعضی وقتا اجازه نمیده برنامه که بیاید. او اصلا نمیتونه آدم ببینه، علاوه من میتونم ریموو بکنم پس میتونم بیارم. اما او وقتی آمدم مثل که بله برادر ابو محمد مدنی میتونین صحبت بکنین، شما در برنامه به صورت لایو هستین، دوستا صدای شما رو میشنون. بفرمایید برادر. این برادر احمد محمد گفته برادران که با برنامه خوبتر برسن راهنمایی کنن که چه مشکل داره. مشکل از برادر نیست، این فعلا در برنامه آمده، مایکشان فعال است، خودشان وارد برنامه شده. اگر مشکل می داشت اصلا وارد شده نمیتونست، مثل که از بعضی برادرها خالد فاروق جمشیدی برادر پیشتر آمده بود، من نمیتونستم او را بالا بیارم، براش نشان دادم که به صورت سفید نشان میده برنامه شه، اما از برادر ابو محمد مدنی وارد شده و این پس دوباره گم شدن رفتن. خب جناب استاد همینجا یک ملاحظه هست، برادر در کامنت ها گفتن که اسم برادر ابو محمد زیاد نگیرین چون پاک میشن. خب احتمالا شاید چون اما حساب اینا شاید پاک بشه، نه اسم نگیریم، برادر بگیم میشن. منظورشان اصطلاح کابلی شما اینو نمیفهمین. عاقب برادر. خب فکر کردم که پاک میشه، من گفتم شاید هست باشه. نه منظور از اصطلاح کابل است، یک متاسفانه تعبیر خوبی نیست، من طرفدار از اون نیستم. من به خاطر تاکید کردم که بعض خیلی از دوستا وقتی در همین باب صحبت میشه از این برادر زیاد نام میکنن، گرچه من زیاد طرفدار نیستم، وقتی در برنامه کسی بیاید ما براش حق میدیم صحبت خدا بگه، و به خاطر که دوستا کاملا مطمئن شوند که ما براش به اندازه کافی وقت دادیم، نامش هم گرفتیم، به اون خاطر گفتم دیگه ان شاء الله تعبیر برادر ما درست. استاد یک سوال اجازه است؟ بفرمایید. بفرمایید. مایکتون بسته کنید صدا. بله بس. ببخشید دوستان. پس شما میگید کسی که یعنی بی سواد هست، جاهل است، بر اساس خطا شرک می‌ورزه، اگر اسلام آورده مشکل نیست. خب این همه مردم که قبر پرستی میکنن اینا بر اساس خطا قبر پرستی میکنن از تشیع و تصوف، اینها مشکلشان چی میشه؟ اینها از بر اساس علمیت و دانایی که نمیکنن، بر اساس اشتباه غلط، فهم غلط مرتکب شرک میشن، اینا مشکلشان چی میشه؟ ابو مختار برادر، قوم پرستی شرک است. قوم پرستی شرک است. بله قوم پرستی شرک است. به چه دلیل؟ دیگه اول قوم پرستی را شما در این مسئله داخل نکنید که ما حالا سراغ جزئیاتش برم. شما همین مسئله چه شرک است؟ قوم پرستی به چه اساس شرک است؟ قبر پرستی را ما قوم نگفتم، شما میگین قوم پرستی. خیلی خوب است. باز برادر ابو محمد آمدن، بازم برادر ابو محمد شما صحبتی داشته باشین، در برنامه هستین، بفرمایید. الو صدای ما رو میشنوین؟ بله صدای شما رو داریم، بفرمایید برادر ابو محمد مدنی. بالخير بله. بفرمایید. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران اهل توحید که اینجا حضور دارند و البته در اینجا میگیم که اللهم رب جبريل و میکائیل و اسرافیل انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلفنا فيه من الحق بإذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. بله این کنفرانسی البته که اول به من کمی اجازه میدید که صحبت کمی مقدمه دارد و
فکر میکنم وقت شما رو هم شاید بالاخره بگیریم. در مورد چی شما سوال میکنین، صحبت میکنین، کنفرانس جدید برای ما میتین چی؟ اولین خواهش من آقای بزرگوار، آقای هرچه فهمی بزرگوار، اولین خواهش من از شما همین است که شما دیروز چخیلی که یکی از برادرهای تاجیک ما رو بسیار بی ادبانه معاملش کردید، امروز همراه من همچنین نکنید که من هم همراه شما همچنین معامله نکنم. پس ما بالاخره همه طالب علم اهل سنت هستیم. یک چند روز است که شما اینجا 3 ساعت و 5 ساعت وقت دارید، برای من هم 5 و 10 دقیقه کمی زیاد و کم باقی ندارد. عجله که شما میدونید که خوب نیست. پس بله کمی خاموش باشید. خاموش بودن شما هم برای شما هم برای ما خیر است. بفرمایید. مسئله اینجاست که اولا چقدر وقت کار دارید؟ برای من وقت رو معین نکنید. وقتی کم است که در مدت مختصر اگر که در بین مداخله نکردید تمام میشه. شما وقت میتون یک وقت معین نباشه شما تا نه من وقتی بسیار نمیخوام. مسئله واضح است. ببینید با من کمی وقتی 5 دقیقه 10 دقیقه تمام وقت بدید. من وقتی که تمام کردم میگم بله من سوال دارم، ولی من سوال دارم تمام. اما بعد بله مسئله شروع شد در مسئله العذر بالجهل که آیا جهل عذر است یا نیست. خیلی که من از صحبت‌های قبلی مبشری مسلمیار که زیاده از 6-7 ساعت است و از صحبت‌های اینجا صحبت کنندگان و حتی از صحبت‌هایی که قبلا صبغت الله کیفی است کسی کرده گوش نمودم، همه صحبت شما یک رنگ و حجت شما همون یک صفحه گوگلی. این فکر اندیشه بنده است و البته از تفصیلات و از اون جایی که باید با خبر باشیم اینجا صحبت نمی رود و بالاخره طعنه های کمی زیاد و بیش و کم. اما بیاید به اصلی مسئله داخل بشیم. اصلی مسئله این است که جهل آیا عذر است یا نیست؟ آیا کسی از اهل سنت و جماعت مطلقاً جهل را گفته است که عذر نیست؟ که من حالا در بعضی از صحبت ها فکر میکنم که به فکری برادران ما از این مشارکت کنندگان در این پخش مستقیم همچنین شما وارد میکنید که گویا که هستند یک جماعت از اهل سنت که جهل را مستقیم و کاملا میگن که عذر نیست. و یا این را به ما هم شاید از بعضی اشاره ها نسبت باشد که این غلطی بزرگ است، بلکه جهل معروف است که در مسائل ظاهر که شما این کارش میکنید و مسائل اصول دین که باز نفهمیدید این کارش میکنید، البته که جهل عذر نیست. در مسائل اندکی که این رو میگن شرک اکبر و کفر اکبر، اما در مسائل خفی که بجز علما به کسی دیگر خفی هست یا در مسائل فروعات و احکام، این مسائل بارک الله فیکم البته که جهل عذر است و کسی این رو انکار نکرده است. و اما مشکلی صحبت کنندگانی که اینجا صحبت میکنن این است که نفهمیدن که جهل در چند جای عذر می شود. فکر کردن که جهل فقط در اسم عذر است و باید انکار بکنیم. نه، جهل در نزد علمای اهل سنت خیلی که در کتاب جهل معروف در نزد مشایخ بمانند شیخ علی بن خدیر الخدیر و طبقات الناس در نزد علی بن خدیر الخدیر و یا که شیخ ابن قیم الجوزی در کتاب هجرتین ذکر میکنند، طبقه های خود را دارد. و البته که جهل می شود که عذر در مسئله عذاب باشد و در مسئله عذر در مسئله مال و خون باشد و جهل می تواند که در مسئله اسم هم عذر باشد. از همین جهت همه علما وقتی که در مسئله تکفیر کتاب را تألیف نمودند، نامش را در علمای معاصر تکفیر یا مسائل تکفیر معتقد التکفیر گذاشتند، اما علمای متقدمین این را الاسماء والاحکام نامگذاری میکردند و همچون اسماء و الاحکام صحبت میکردن. حالا مسئله اینجاست که من امروزه صحبت را گوش کردم که یعنی موضوع امروزه صحبت اصلا از سخنهای سلف باید حجت میوردن، هیچ حجتی نیست و از صحبت امام شافعی که یگانه سلفی که آوردند، البته که دیگر باقی مانده علما سلف که نیستند، عصر 4 و 5 عصر 5 باقی مانده علمای شما از 5 شروع شدن. یگانه سلفی که صحبت کردید امام شافعی رحمه الله، سخنشون در نزد شما یک معنی رو دارد و در نزد ما یک معنی رو دارد. پس بیایید وقتی که ما معنی شما رو که میدهید
و تقسیماتی که دارد قبول نداریم و شما که معنی داده ما و فهم ما رو قبول ندارید، بیاید به سخنهای واضح‌تر بگذاریم. آیا شما در کلمه عذر بالجهل در شرک اکبر، جهل در مسئله اصول دین، جهل در مسئله معرفت الله عذر است یگان عباره دارید؟ همه سخن شما از روز کنفرانس شما تا امروز در مسئله اسما و صفات می رود و شما گفتین که تقسیم کردن اسما و صفات، این کسی که امروز صحبت کردن میگن که تقسیم بندی در مسائل اسما و صفات که این مسائل ظاهر است یا که خفی هست، این مسئله میگن یک جهل. والله اعلم، من یعنی از معنای سخن ایشون میگم. اما مسئله اینجاست که من به شما اجماع سلف رو میارم. امام خلال و دیگر از علما نظر بکنید به کتاب الخراسانیه یا نظر کنید به کتاب اصل السنه و اعتقاد الدین که ابو حاتم الرازی و ابو زرعه الرازی نیستن. ابو زرعه الرازی این وفات کننده 264 هجری است و ابو حاتم الرازی وفات کننده 277 هجری است. در همونجا در شرح کتاب آمده که سلف امت اجماع میکردن که قدریه هایی که امام احمد میگن قدریه هایی که انکار کند قدر را و علم را همراهش به اجماع کافر است. اما وقتی که فقط قدر را انکار کند اما علم را انکار نکند کافر نیست. و این چنین در مسئله رؤیه هم را میگن. رؤیه را کسی که انکار بکند، یا سخن ابن حزم را که این را اینجا ذکر کردن، مسئله این است که اسما و صفات های الله هست که فقط ثبوتیتش اینجا بیان می شود با نقل، با قرآن و سنت. اما بعضی از صفاتهای الله هست که ثبوتیتش هم به فطرت و هم به عقل و هم به قرآن و سنت می شود. در همین است که سخن علما رو، کلام علما، امام شافعی رو دوامش رو نخوندید شما، اونجا باید شما دوامش رو بخونید. این صفت اهل بدعت است که کلام علما رو از بین میگیرن. چهله که مبشر کمی اینجا قرائت کردن اما باز مخفیانه بود. والله اعلم. بالاخره صفاتهایی که به نقل، صفاتهای الله که فقط به نقل قرآن و سنت فهمیده می شود، به مانند دست الله، چشم الله، پای الله، کسی که انکار کرد با مجرد انکارش یا با مجرد جهلش از سبب جهل انکار بکند یا از سبب جهل نفهمد، هیچ کسی از سلف این امت تکفیر نکرده و این اجماع است و این معروف است. اما کسی که بیاید یک مسئله که ظاهر است به این معنا که از اصول دین است، به این معنا از اصول دین یعنی چی؟ به فطرت و به عقل هم ثابت باشد، به مانند خالق بودن الله، عالم بودن الله. کسی بگوید که الله عالم نیست، کسی بگوید که الله خالق نیست، حکم این البته که کفر است و حتی سلف این امت تکفیر عین میکردن که حالا ما به این مسئله در مناظره دیگری شاید یا در همینجا باقی بریم. پس اسما و صفات از هم دیگر فرق دارد. من به شما مختصرا میگم اقوال سلف را در مسئله تقدیر و علم الله را انکار کردن و دیگر صفات الله را انکار کردن، یا که کلام الله را انکار کردن، یا که ذات علو الله را انکار کردن و دیگر صفات الله را انکار کردن رو به کتاب خلال نظر بکنید، به کتاب رد علی الجهمیه الدارمی ابو عثمان سعید الدارمی نظر بکنید و غیره از سلف این امت. اما سوال من اینجاست که بیایید به اصل سلب موضوع بازگردیم. تحقیر و توهین کسی اینجا لازم نیست. مسئله که باید از دین باشد و ما هم میخوایم که بفهمیم و کوشش میکنیم که شما بفهمید. سوالی من اینجاست به همه این دعوتگران بزرگواران، کسی که خود را مسلمان میگوید، لا اله الا الله میگوید، محمد رسول الله میگوید، نماز روزه و غیره، و شرک اکبر را انجام میدهد، یعنی بگوییم مثال واضح سجده به غیر الله میکند و همون سجده کردن را از خانه اش قصد کرده، همین پگاهی برآمده که من روزی امروز جمعه میروم در سر قبر فلان اولیای یا که مسجد علی و کسی من سجده میکنم، این ثواب دارد. حکمی عمل را نفهمیده، نمیداند که این شرک است، اما همون عمل را همچون عبادت دارد انجام میده. آیا همین اسلام، همون انسان مسلمان است و از ملت ابراهیم است؟ سوال یکم رو باید بنویسید. والله اعلم شما باید جواب بدید که کسی که شرک اکبر را سوال اول این است که بله، سوال اول این است کسی که شرک اکبر را با قصد فعل نه با قصد کفر، اینجا ما دو قصد داریم، قصد الکفر و قصد الفعل. قصد الکفر این شرط شروط گذاشته البته مرجئه هست، خیلی که امام تبری میگن، و اما قصد الفعل همون فعل رو قصد کرد و رفت،
انجام داد. آیا همین انسانی که شرک اکبر را سجده به غیر الله را انجام داد این در ملت ابراهیم علیه السلام هست یا نیست؟ آشکار بگوییم. اینجا طولانی سخن کردن نیست، برای که ملت ابراهیم این مسلمان است، مسلمان این موحد است. مختصری سخن همین است. سوال دومی ما، زیرا که شما اینجا قاعده بحث هم همین است که اینجا البته بحث و مناظره هم حالا شده نایستاده است، اینجا یک صحبتی آشکاری هست که ما باید به هم دیگر واضح باشیم. زیرا که شما مستدل هستید، شما هستید که کنفرانس رو برگزار کردید و شب و روز دارید کوشش میکنید که جهل رو عذر بگوید، عذر است مطلقاً. و من که به شما معترض هستم و من از شما میخوام که بگویید اگر از ملت ابراهیم باشد، دوام سوال را بنویسید، اگر از ملت ابراهیم باشد کدام یک از سلف صالح گفته که کسی که در مسئله شرک اکبر جاهلانه قصد فعل را کرده اما جاهل در حکم باشد، در حکم همون فعل جاهل باشد، انجام میدهد در ملت ابراهیم است. شما مثال اسما و صفات رو به من نورید، من به شما البته از من طلب بکنید به نبودن جهل نه در اسما و صفات، در شرک اکبر من به شما از سلف صالح مثال میارم. بیارید شما از سلف صالح مثال بیارید، در قرآن و سنت سلف باز میستیم. سوال دوم من، سوال یکم به پایان رسید. سوال دوم من خواهش میکنم اینجا مشارکت کنندگان هم سوال رو در نزدتون بنویسید. اگر که اینها جواب ندادند ما هم در روزهای آینده در پخش مستقیم ان شاء الله در صفحه یکی از برادران موحد به این پاسخ جواب خواهیم داد. سوال دوم، هر کسی که به شرک اکبر، همون شرک اکبر را قصد فعلش را کرده، یعنی نیت انجام دادنش را کرده که همین من سجده به غیر الله را، همچون به غیر الله نه، من یک سجده به قبر میکنم گویم کرده، اما همین را کفر و شرک بودنش را ندانسته، یعنی قصد کفر نکرده اما قصد فعل کرده، یعنی شرک را انجام داده، یعنی شرک از او فعلا واقع است، مکره نیست، مجنون نیست و به خواهش خودش دارد انجام میدهد. آیا کفر به طاغوت همین انسان دارد؟ کسی که شرک اکبر را انجام میدهد، سجده به غیر الله میکند، کفر به طاغوت دارد یا ندارد؟ اگر داشته باشد کدام از علما سلف این امت گفتند که دارد، یعنی این کفر به طاغوت دارد و دلیل ها را خواهش میکنم از سلف بیرون نشید، قرآن و سنت و سلف صالح. و اگر که جواب را گفتید که نه خودی تو بده، بعد از جواب شما من هم میتونم به شما جواب بدم. بارک الله فیکم. سوال سوم ما از این مناقشه بگویم، از این بگویم کنفرانس یک چند روزه شما، سوال دوم ما این است که شما آیا با خبر هستید که لا اله الا الله شرط دارد؟ شرط لا اله الا الله در نزد شما چی است حکمش؟ ما 5 شرط داریم: شرط الصحه، شرط الوجوب، شرط العقل، شرط الجعل و شرط العرف و غیره. 5 شرط. از درون 5 شرط انا من شرط های 7 گانه لا اله الا الله در نزد شما چی مرتبه و درجه دارد؟ حکم این شرط ها شرط کمال است یا که شرط وجوب است یا که شرط صحت است؟ پس یکم سوال قسم یکمش، سوال سوم قسم یکم. قسم دوم سوال، اگر شرط صحت باشد من نوشته میکنم همین سوال سوم. بله نوشته بگید. بفرمایید. بله آیا من نوشته کردم آیا علم شرط لا اله مختصر گپ شما رو میتونم نوشته کردم که آیا شرط لا اله الا الله درست؟ نه درست نیست، زیرا علم قسم دوم است. اینجا سوال است که همون شرط 7 گانه کلمه توحید از علم شروع شده به انقیاد پایان یافته، آیا از کدام این 5 شرط هاست؟ مثلا از کدام شرط هاست؟ یعنی این 7 شرط را شما شرط صحت میبینید یا که غیر صحت؟ این قسم اول این سوال بود. قسم دوم این سوال، و علم اگر شرط صحت بدانید بناگاهی اگر بگوید که شرط صحت است، علم بدون علم کسی که لا اله الا الله را گفته اما شرط اول صحت لا اله الا الله که سجده نکردن به غیر الله و کفر به طاغوت است دارد، به جا نمی آورد. چخیلی که الذين يشهدون بالحق وهم يعلمون و حدیث های زیاده که در این مسئله آیات و احادیث زیاد است. من اینجا مقصدم بیان کردن سوال است، آیا بدون علم به شرط یا رکن لا اله الا الله، وقتی که ما علم به لا اله الا الله میگیم، شرط صحت لا اله الا الله علم میگیم، یعنی کدام جوش علم؟ یعنی علم به رکن لا اله الا الله. بدون علم به رکن لا اله الا الله آیا انسان مسلمان میشود؟ ابو جهل هم لا اله الا الله میگفت، اما ابو جهل اله را 2 تا بودنش را فقط نمیخواست که انکار بکند،
اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب. یعنی لا اله الا الله هست اما لا شریک لك الا شریکا هو لك میگفتن راه یک شریکی مخصوصی رو که گویا که الله اجازه داده است. چه که امروزه قبوری ها هم همچنین فکر میکنن، میگن که نابلی رو الله گویا اجازه داده. پس اگر یک کسی که لا اله الا الله بگوید و اله رو دو تا بداند، به این معنا که سجده کردن هم به الله و هم به غیر الله جایز است بداند، از ابو جهل چی فرق دارد؟ این سوال سوم بود. بله کمی دراز است اما این سوال مهم است برای واضح شدن مسائل. یعنی اهمیت علم در توحید و درجه و مکانتش. کسی اینجا خاص موضوع درباره لا اله الا الله است که کسی که لا اله الا الله میگوید آیا ممکن است که سجده به غیر الله را بعد از لا اله الا الله انجام بدهد؟ چخیلی که شما حدیث ذات انوات را بیان میکنین که اینجا گویا پیامبر صلی الله علیه و در مدتی یک زیاده از یک هفته با پیامبر صلی الله علیه و به صحابگان گویا معنای لا اله الا الله را نفهمیدن که شرک اکبر را از پیامبر طلب کردن که البته این تناقضاتی بیند قوی هست. اینجا سوال چهارم من اینجاست که برادران هم بنویسند. یک قولی واضح را از سلف صالح در مسئله خاص عذر بر جهل در شرک اکبر بیارید. خواهش میکنم. بله شما اعتقاد دارید که کلامی امام شافعی در باب صفاتهای الله، یعنی شما میگید صفاتها را تقسیم کردن ممکن است بیاید این مسئله شما مسئله احتمالی شد. این حجت گرفتن شما رو ما قبول نکردیم. بیاید ما را اقتناع نمایید با یک سخنی واضح از سلف. اگر نتوانستید بیاید در بین مردم اقرار بکنید که ما به شما یک سخنی واضح را از سلف ذکر بکنیم. آیا شما خواهش قبول کردن دارید؟ اینجا یک شرط من همین است که یک قول واضح را در مسئله عذر بالجهل در مسئله معرفت الله از سلف صالح به سندش بیارید. اگر نتوانستید ما بیاریم قبول بکنید و توبه بکنید. یا که این سخنهایی که احتمالات دارد ما اصلا این حجت آوردن شما رو قبول نداریم. بله سخن صحیح است اما استدلال ضعیف است، وجه الحجه ضعیف است، برای آنکه نه به فهم اهل سنت بلکه به فهم خود شما فهمیده شدید. در کجا کدام سلف صالح گفتن که اسما و صفات از بگویم صفاتهای الله همش یک نمود است. کسی که این را میگوید البته که این یک باطل رو در حق سلف گفته است. چخیلی که ما لازم شود به شما اثبات میکنیم، چخیلی که در مسئله قدر و علم بیان کردیم. سوال دیگر اینجا که من این سوال من اینجا خاص به کی می شود؟ خاص به آقای مبشر مسلمیار است. آقای مبشر مسلمیار، سوال من شما مباشر به من میتوانید اینجا اول جواب بدید. شما قائل هستید که کسی که استهزاء به الله و رسول و دین می نماید و کسی که دشنام الله و رسول و دین می نماید این معذور به جهل نیست؟ همچنین است عقیده شما؟ تا لیست سوالی میخوایم کنم. نه ببینید مبشر، آقای مبشر، این خاص سوال شما است، زیرا که شما اینجا 5 نفر بس به مجادله میره. شما تمام باشه مبشر باشه. یک لحظه به خاطر چی؟ اینجا شاید اعتقاد دیگر اینجا دوستان شما که هستن شاید دیگر باشد، زیرا که من از آن چیزی که مشاهده کردم ضد شما به هم تناقضات ضدیتی عقیدوی دارید. باور بکنید مثلا عبدالرحمن فاتح با شما ضدیت تناقضی داره، شما با عبدالرحمن آقی بغیر. اینجا مسئله من دیگر است. ببینید اون صحبتی که شما در 1 ساعت و 16 دقیقه کردید در نزد من در یوتیوب شده سلام باز است، وقتی که جواب به تاجیکا او 23 نوامبر کرده بوده، در اونجا میگن که اعتقاد من همین است که کسی که این اعتقاد اهل سنت است، میگن کسی که استهزاء به الله و دشنام الله رسول بکند جهل در این مسئله عذر نیست. میگه سوال من اینجا که سوال است به عقیده خود شما که کسی که شرک اکبر را انجام میده آیا این را ما میتوانیم بگوییم که الله را دشنام میده؟ اگر نه باشد در روایت امام بخاری از حدیث انس و حدیث ابو هریره در لفظ نسائی و امام بخاری که شتمنی گفتنی حدیث رو نظر بکنید که الله سبحانه و تعالی میگه شتمنی انهم قالوا اتخذ الله ولدا لم ما اتخذت ولدا، به همین معنا حدیث امام بخاری است که شتمنی میگه، یعنی الله میگه که مرا دشنام دادن. شتم سب و شتم
لغت عربی این دشنام است. الله میگه که مرا شتم کردن، شتمشون چی بود؟ دشنامشون چی بود؟ دشنامشون این بوده که الله را گفتن که یعنی فرزند دارد و بعد از این با دیگر اینجا صحبت های وجود دارد. پس این بود سوال های مختصری ما، سوال های مختصری که بعد از این سوال بعد دیگر مسائل باز واضح تر میشه. بارک الله فیکم. الله شد صحبت کنم؟ بله. جزاک الله خیرا. سلامت باشین برادر عزیز. خب ما سوالات شما رو گرفتیم. حالا ما یک چند نکته را قبل از اینکه دوستای دیگه صحبت داشته باشن برای شما میگم. اول شما نکته اساسی که ما در مورد صحبت میکنیم دقت کردن، یعنی که ما در مورد چی صحبت میکنیم. با گپ توضیح میتونم. اگر شما همین نکته رو به همین ترتیبی که من میگم فهمیده بودین بعد بگین درست است، اگر دیگه چیز فهمیده بودین رو توضیح بدین. ما صحبت ما در مورد ایست که ما وقتی در مورد یک نفر مسلمانی که اسلامش ثابت است کلمه توحید گفته و آنچه از اسلام میفهمه عمل هم میکنه، اما مرتکب یک عمل شده، مرتکب یک قول یا یک فعل شده که اینمی قول و فعل یا قول کفری است. حالا به خاطر تکفیر معینی شخص، تکفیر معین اینمی شخص، پورا بودن شرایط و برطرف شدن موانع آیا لازم است یا خیر؟ احسن. امیر جواب بله من بله اینجا بله ما هم میگیم که اینجا شروط تکفیر، موانع تکفیر وجود دارد، اما در شروط تکفیر ها ببینید تا آخر ببینید. بله نه گپی من اول توضیح نشده، شما خوب باید به دقت بشید که شروط تکفیر ما و شما فرق داره. شروط تکفیر و موانع تکفیر در نزد اهل سنت فعلا در مورد اصل صحبت میکنم، در مورد اصل صحبت میکنیم بعد در مورد تفصیل میایم. تمام باش. یک لحظه مبشر آقا الان سوال کردید که خاموش باشه. شما میگن که غیر ما همه بی ادب است، بگذارید ادب رو نشان بدید که بفهمیم که چگونه ادب است. اینجا مسئله این است که از ابتدا اجازه بدید من چیز نگفتم، حالا چیز نمیگم. موضوع مشخص شود. نه اهانت نه، اگر اهانت باشد معذرت میخواهم آقای مبشر، اگر اهانت باشد معذرت میخوام در نزد شما که آقا جهل عذر، من در این مسئله جاهل بودم، تمام عذر بدید و بگذارید صحبت کنم. شما عذر نمیدادیم که وقت براتون نمیدادیم. بعد ترتیب حالا به خاطر که موضوع مشخص شود که در مورد چی صحبت داریم، شما با موانع تکفیر قائل هستین یا خیر؟ ببینید سوال اولی شما این بوده که شما گفتید یک تکفیر معین کردن یک شخصی که به فعل شرکی و کفری، این طرز سوال کردن اول غلطه. در این موضوعی که داره صحبت میکنید این طرز سوال شما خطایه، زیرا که کفر وقتی که مطلقاً تلفظ میشه اینجا میشد که کفر اصغر و اکبر باشه، کفر خفی و کفر ظاهر باشه. از اینجا شما باید سوال رو کمی ظاهرتر بدید. اینجا سوال شما باید این گونه باشه که در مسئله کفر اکبر ظاهر و شرک اکبر ظاهری که در قرآن واضح آمده و در سنت آمده و در معنای کلمه لا اله الا الله آمده، کسی که مخالفش هست و به شرک اکبر و کفر اکبر واقع می شود این گونه ظاهر، آیا این چنین انسان را ما تکفیر معین می نماییم یا نه؟ زیرا که مسئله دقیق است، باید سوال دقیق باشه. جواب ما را گوش بکنید. اما جواب ما به این سوال شما، جواب ما رو گوش بکنید. جواب ما اینه که بله هر کسی که به بالای اهل سنت و الجماعت اهانت میکند و میگوید که گویا که شروط تکفیر و موانع تکفیر اصلا وجود ندارد، غلط است. چیزی که در اول گفتم جهل در نزد اهل سنت و الجماعت یکی از موانع تکفیر است، اما نه در همه جا تفصیلات دارد، نه در همه جا. در مسائل خفی و در مسائل احکام و فروع جهل عذر است. چیزی که همه حجت ها آورده شما رو قبول داریم در مسائل خفی و ظاهر است، در مسائل خفی و در مسائل احکام است. ببینید حالا ما میگیم بله در اثبات کردن تکفیر معین در بالای یک انسان معین ما سه زینه داریم. زینه اول نظر میکنیم به شروط تکفیر. شروط تکفیری که ما داریم و شما دارید اینجا اختلاف میکنید. اینجایی که شما میگن یقصد الکفر، هر کسی که کفر را انجام بدهد باید قصد انجام کفر را داشته باشه. ما توضیح ندیم، شما از طرف خود توضیح بدید، ما از طرف خود توضیح میدیم. نه ببینید آقای مبشری مسلمیار، آقای مبشری شما یک ورقی رو بگیرید اینجا نکته گذاری بکنید. این فهمی من از سخن شما است، شاید من خطا داشته باشم، این بوکی نداره، این فهمی من از صحبت شما است. برادر عزیز سعی کنید، من قواعد بحث میگم بعد شما صحبت بکنید. قواعد بحث میگم.
برادر عزیز، یکی گپی است که شما از گپ ما فهمیدین، یکی گپی است که خود ما توضیح میدیم. پس شما آنچه که موقف خودتان است را توضیح بدین، ما الحمدلله در این حد هستیم که موقف خود ما را توضیح بدیم. تمام فهموی اجازه بده گپ تکمیل شده. من موقف تو را توضیح نمیکنم که تو گفتی، تو موقف ما را توضیح ندی که من تو میگم. شما موقف سخن شما مخالف است. نه ببینید سخن شما نه درست نیست، زیرا که شما امروز من از اولین بحث شما تو گوش میکنین. آقا ببینید اینجا که ما روبرو نیستیم، شما اگر صحبت بکنید من صحبت بکنم، هیچ کسی از اینجا نمیتواند استفاده ببره. یک کمی صحبت اجازه بدید. اینجا شما گفتید نه درست نیست، من موافقی. ببینید مبشر من نه فهم خودم نسبت فهم شما باید باشد. ببینید الان او را به بعد بگذاریم برادر عزیز، او را به بعد بگذاریم. فعلا شما اینجا خاصه موقف خود توضیح بدین. نه شما ببینید قاعده بحثی نیست که شما ملزم بجه. شما سوال را دادید، من چگونه ای که خواستم به قاعده شرعی ضوابط اصولی بحثی خودم من جواب میدم، زیرا که ما از نظر قواعد بحثی هم شاید اختلاف داشته باشیم. چگونه ای که من قواعد بحثی را به شما ارسال کرده بودم. ببینید امروز شما هم آقایونی که دارن صحبت میکنند و ایشون شما همیشه جانب مقابل را فهم جانب مقابل را داشته صحبت میکردید، چرا این را ترک نکردید و حالا میخواهید که من ترک بکنم؟ شما که از صحبت های من مفهوم غلط رو گرفتید. ببینید نه ببینید یک چیزی که به خود انسان آقای مبشر، ببینید ما نباید به بحث بیهوده داخل بشیم، لیکن شما مجبور میکنین که انسان به بحث غیر علمی داخل بشه. شما ببینید یک چیزی که به خودتون ملزم نیستی چرا دیگر رو ملزم میکنید؟ انمین است بی ادبی و گستاخی شما. کسی دیگر رو ملزم نکنید. برادر از یک جا تشکر از شما، اما گپ ببینید هر انسان خودش گپ خود و موضوع خود و عقیده خود توضیح میده. اگر قرار به این باشه که شما در اینجا تشریف آوردین، ما وجود اینجا خود ما هستیم، شما بیاین گپ ما را توضیح بدین به خود ما و مطابق ذهن خودتان. این گپ انصاف هم نیست و عدالت. اجازه بدین همه برادرای ما شما شاهد هستند. شما ببینید برادر عزیز و محترم ما، برادر خیلی خوب ما، شما برادر عزیز موقف خود توضیح بدین و بعد ما موقف خود توضیح میدم. من وقتی در اینجا هستم پیش روی من، تو چیزی را از من میگی مطابق ذهنیت خودت که ما او را نگفتیم، پس امی گپ تو از ابتدا خطا است. ما میایم در بود هستیم ببینیم بعد از اینکه بحث دور نره و دوستا استفاده هم بکنن. اول ما بر شما بگیم آنچه که ما میگیم چی هست. خوب دقت آقا طولانی لازم نیستش. من فهمیدم دیگه. تمام من فهمیدم که موقع شما رو نه، من موقع دیگران رو بیان میکنم. من میخواهم به مردم بیان بکنم که اینجا هر یک کلمه یعرف الکلمه بضدها، هر یک کلمه به ضدش معروف میشد. من میخوام بفهمم. پس ببینید موقف ما در مسئله تکفیر یک انسان معین البته نظر کرده میشود به شروط التکفیر. شروط التکفیر در نزد اهل سنت و الجماعت وجود دارد و در نزد مرجئه ها برادرانی که اینجا میشنوند وجود دارد. مرجئه ها میگویند که سلام علیکم استاد مبشر مسلمیار، بنده میتونم صحبت کنم؟ بله بفرمایید خالد عزیز. اینجا مدنی برادر یک اجازه بده برادر خالد صحبت بکنه. نه اینجا به سوال شما حالا من جواب ندادم. این چگونه میشه؟ به سوال شما من جواب ندادم. من دارم جواب میدم. مدنی ابو محمد مدنی یک لحظه لطفا صبر کنید تا با هم گفتگوی داشته باشیم. شما قبل از همه چیز روشن کنید بر منهج کدام عالم از علمای اهل سنت هستین. روشن کنید محمد ابن عبدالوهاب رو قبول دارین، شیخ الاسلام ابن تیمیه رو قبول دارین، ابن قیم مشخص بکنید، چون قول شما در ترازوی قرآن و سنت ارزش هیچی نداره، هیچ اعتباری نداره. شما باید بر اساس منهج علما پیش بینید. شما کدام عالم را قبول دارین؟ دنبال رو کدام عالم هستین؟ کدام تراث رو قبول دارین؟ محمد ابن عبدالوهاب رو قبول دارین به عنوان مرجع فکرتون، یا ابن تیمیه، یا کدوم عالم رو؟ این رو مشخص کنین تا بتونیم به روی بینه و بصیرت صحبت کنیم. الان شما دارید یک سری صحبتایی رو میکنید، یک سری مطالب رو مطرح کردین که نشان از عدم فهم صحیح شما از مسئله است. یعنی شما چند مسئله رو با هم قاطی کردین، مسئله اسلام حکمی، اسلام حقیقی، شروط لا اله الا الله. اصلا شروط لا اله الا الله همش قلبیه. شما چطوری تشخیص دادین نفری محبت داره یا محبت نداره، نفری یقین داره یقین نداره؟ کی گفته نه ببینید من الان کمی دورو شدم. نه اینجا نه من نمیذارم صحبت بکنید. شما الان صحبتی من دارد به شما میرود، الان صحبتی من دارد به شما میرود. عالم رو قبول دارید ببینید بر اساس اون عالم نه ببینید
صحبت من الان به شما میرود. برادر مدنی، برادر عزیز اجازه بدید. نه خالد عزیزی ببینید، خالد عزیزی اینجا مشکلی بسیار، اصلا توهین رو شروع نکنین. من خواهش میکنم خالد عزیزی توهین رو شروع نکنین. فهمیدین شما وقتی که یک قاعده رو ذکر میکنین میگوین که علم این شرط قلبی هست، پس به قلبش یک انسان باید بداند که سجده کردن به غیر الله این شرک است یا نه؟ به من خالد عزیزی جواب بگوید. و کی گفته که این شرط قلبی هست؟ انقیاد به غیره کی گفته که این شرط قلبی است؟ مرحمت اینجا سخنهای علمای سلف رو ذکر بکنه. مدنی برادر یک لحظه به من اجازه میدین برادر عزیز؟ نه اجازه ببینید ما شما خودتون را اهل سنت ببینید. نه من اجازه نمیدم. ببینید شما خود را اهل سنت میگین، ما خود را اهل سنت میگیم، بیاین بدون توهین. حالا من به خالد عزیزی هیچ توهین نکردم، میگه تو خطا داری میفهمی، بیاید خطا فهمی رو ما حالا میفهمیم که بیاید یک سوال نوبتی رو بنویسید. اهل بگویم علمای معاصرین، علمای بزرگوار، مفتی دیار بنویسید که کی گفته که شروط صحت لا اله الا الله این همه 7 شروطش دارد قلبی هست و ظاهری نیست. کی گفته؟ ابو محمد برادر. نه سوال رو کی جواب میده؟ به این سوال ما کی جواب میده؟ الان خالد عزیزی کجاست؟ مرا بفرمایید کی گفته؟ صفحه و کی گفته؟ اجازه صحبت میدی به من نمیدی؟ تمام اجازه دادم بهش. برادر عزیز، هدف اصلی ما است که هم ما به حق برسیم و هم برادرها و خواهرای عزیز ما که در اینجا بحث دنبال میکنن اونا هم به حق برسن. به خاطر رسیدن به حق ابتدا باید دو طرف اصول و ضوابطی را که میخواین صحبت بکنن و معین بکنن. هدف خالد عزیزی برادری بود که مثلا حالا ما شما صحبت میکنیم ابتدا باید یک قاعده باید داشته باشیم، یعنی مثلا تو بر اساس ادعا میکنی بر اساس منهج اهل سنت گپ میزنی، من هم ادعا میکنم بر اساس منهج اهل سنت گپ میزنم. حالا نمی اصطلاح اهل سنت بیاید سلف رو بیارید. سلف رو ببینید سوال مختصری من اینجاست. سوال مختصری من به دانشجویان هراتی ببینید. سوال مختصری من ابو محمد ابو محمد برادر عزیز اجازه بده بر من. حالا به خاطر از اینکه ما به نتیجه برسیم، اگر من به شما اجازه بدهم شما کی به من اجازه میدین؟ آقای مبشر شما 10 روز است که اینجا داره شب و روز صحبت میکنید، خیر اجازه بدید. من به شما سوال دارم که خالد عزیزی یک سخن رو ذکر کرد که شرطهای صحت لا اله الا الله این شرطهای قلبی است. یعنی همه علمای شما کی گفته؟ مرحمت بیارین اینجا در نزد مردم بیان بکنید. کی گفته این رو؟ در کجا گفته که این شرطها قلبی است؟ اجازه است یا نیست؟ من که ببینم من چی بگم؟ این سخن این مرجع غلات است. این سخن مرجع الغلا ربیع المدخلی است. اجازه است از موضوع بیرون نشوین. هدف رو به من تکرار نکنین. هدف شما رو من 10 روز است که میشنوم. آقای بزرگوار شما جواب به سوال بگید. یک غلط رو ذکر میکنین. ببینید نه هدف شما رو ببینید. هدف شما رو همه فهمیدن. هدف شما هدف خوب است، هدف خیر است. سوال اینجا هدف شما که مسئله به پایان نمیرسد. سوال اینجا کدام سلف در غیر مسئله اسما و صفات، در مسئله عذر بالجهل، در مسئله معرفت الله سخن کرده؟ در مسئله معرفت الله در زمان سلف جاهز سخن کرده، سمامه سخن کرده که سلف این امت تکفیرشون کردن. به این چی میگه؟ من سخن سلف صالح رو اگر بیارم که ببینین اگر من به شما سخن سلف صالح رو بیارم که در مسئله شرک اکبر و کفر اکبر ظاهرا من کلمه عذر بالجهل رو میارم. من کلمه عذر بالجهل رو به شما بیارم که برادر عزیز ببینید آقای مدنی یک کلمه اجازه بدید. جناب استاد مبشر یک کلمه اجازه بدید. بفرمایید. جناب استاد مبشر یک کلمه. ما ضرورت داریم که دو طرف باید اصل خودم یک اصل بگذارن که مطابق اون اصل پیش بریم یا نه. بدون اصل همون تو باب دیگه بحث کنیم بریم. چی باید بکنیم؟ آیا در اصل بیاید برای مسئله رو جناب استاد یک لحظه جناب استاد همین رو به یک عبارت دیگر توضیح بدم. ببینین برادر آقای مدنی میشنوی برادر؟ بله خوب میشنم. بفرمایید. گوش کنین. یکی از اصول و قواعد مناظره اینه که تحریر محل نزاع بشه. درسته؟
این چی ربطی داره؟ ما تحریر محل نزاع رو که کردیم. گوش کنید، هنوز نشده، هنوز نشده. نه اینجا مناظره نیست. گوش کنید، اگر مناظره معروف آقا جون، آقا من که مثل شما، من اینجا آقای صبغت الله، من اینجا که نامدم در نزد تو تعلیم بگیرم. تو اگر در افغانستان تعلیم گرفته باشی آقا گوش بکن. من حالا در مدینه منور 20 سال است که نه شاگرد هم نیستی، تو بزرگواری در تاج سر ما هستی. من اینجا نامدم که از تو تعلیم بگیرم. آقا جون نه گوش، اینجا ببین، اینجا گوش بکن. من نامدم که از تو تعلیم بگیرم، نامدم که از تو تعلیم بگیرم. تو تحقیر رو من خواهش میکنم. من از آقایون خواهش میکنم. شما فکر کردید که در این میدان کسی دیگر نیست که شما کسی را خواهید تحقیر میکنید؟ شما یک طالب علم که مثل شما طالب علم است. ببین آقا گوش بکن. آقا یک بار خاموشی را تو هم 3 روز است که دارم صحبت میکنید. من آمدم اینجا، نه آمدم اینجا، من به شما سوال میدم، به سوال من جواب بدید. من نآمدم که تحریر محل نزاع را میدونی. برو من به تو سوال دارم صبغت الله. نه صبغت الله، به تو سوال دارم جواب میدی؟ اینجا مناظره نه، جواب بده. مناظره منو تو در حالت دیگر ان شاء الله اتفاق میکنیم. من نمیدونم که تعلیم بگیرم. نه با روحیه مناظره نه. طرز صحبت شما طرز مناظره. حالا شما برای مناظره چی میگید؟ ما دیروز آقای صبغت الله عاکفی ببین صحبتایی که 3 قسم شما انجام داده بودید، من رو گوش کردم. شما رو فهمیدم در کجا تعلیم گرفته، چی خونده نخونده، شما مرا میدونین و نمیدونین، والله اعلم. گپ اینجا که دیروز یک برادر مخلصی یکی از اهل سنت داخل شده که این را حتی مبشر مسلمیار یک بی‌ادبی در حق حدیث کرده که باور بکنین من غضبم آمد که چرا تا اینقدر تحقیر یک برادر کوچک غیر طالب علم رو میکنین. او حدیث را تا آخر نخونده، مبشر میگه که تحریف حدیث میکنین، شما منهجتون همین است. حالا در نزد من تفسیر هم صوتی و هم صورتی وجود دارد. حالا بعد از این در آخر او برادر بیچاره قرائت کرد که اخیر حدیث اون لفظ ها وجود دارد. پس اینجا من میخوام ببین عزیز شما ببین من میخوام به شما بگویم آقای صبغت الله اینجا من چرا این قصه رو نقل کردم؟ برای اینکه در این منبر شما متهمی دارد زیاد میشه، متهمی زیاد میشه. به شما مسئله به شما سوال است کسی که شرک اکبر را انجام میدهد قصد همون فعل را کرده اما قصد کفر را نکرده، آیا این در ملت ابراهیم هست و در کفر به طاغوت را انجام داده؟ اگر ها کی گفته؟ بفرما سوال جواب بده. سخن طولانی لازم نیست. و سبع خالدی سوال دیگر اینجاست که اگر این شرط لا اله الا الله اگر قلبی باشد کی گفته؟ شما از پیش خود دین میسازید؟ شما کی هستید؟ من جواب رو بگو. جواب رو به من بیارید. با من جواب رو بیارید. با من این طرف اون طرف توب نکنید. فرصت برای جوابم میدی عزیز من؟ فرصت برای جوابم میدی؟ بفرما. یعنی ببینین گوش کنین. اولا یک نکته خدمت شما جناب. نه نکته لازمه اینجا. چی نکته لازمه؟ سوال رو جواب. حالا جواب خور میخواید؟ یه لحظه بذارید لطفا. آقای مدنی، ابو محمد مدنی، برادر گرامی، شما با چه منهجی هستین؟ یعنی کدام عالم رو قبول دارید؟ شما که مجتهد نیستین، شما که عالم نیستید. نه اینجا ببینید کدام عالم رو قبول دارید؟ این رو مشخص کنید تا در موردش صحبت کنید. یا بگید هیچ کدام از علما جدید رو قبول ندارم. شما خالدی هستید؟ کی هستید؟ نفهمیدم. خالدی عزیزی. آقای خالدی عزیزی، با تمام احترام من به همه شما اینجا که هستید، بله اینجا صحبت اینجایه که شما معترض نیستید. شما اصل بحث را شاید نفهمیده باشید که بحث چگونه میشه. شما 3 روز هست 4 روز است که کنفرانس را تشکیل کردید. شما مستدل هستید. اینجا من سوال میکنم شما باید جواب بدید. من معترض هستم. به سؤال من جواب بگویید. من همه علمای سلف را اینجا چی شده؟ اینجا همه شما با هم دیگر دارین صحبت میکنین. اینجا چی شده؟ اینجا گفتی تاجیکا چای خانه شده. چی شده؟ برادر مدنی
تو برای ما فرصت صحبت هم میدی یا نه؟ شما با بنده صحبت بکنید ولی بله. در همون سوالی که من به شما پیشنهاد کردم به هم خالد عزیزی و هم به صبغت الله عاکفی و هم به شما بزرگوار در مسئله دشنام دادن الله حدیث بخاری را گفتم. به این سوال های من هر کسی میتواند جواب بدهد. من همینجا هستم. آفرین. اجازه بدید برام. ببینید برادر عزیز یک سوال اجازه بدید. باز تعلیم شروع شده. این سوالات خیلی این ادب صحبت نیست. تو آمدی از خیلی قابل فهمه ولی شما دارید از یک موضوع مهم در بی‌ادبی نشه. ولی اجازه بدید من صحبت کنم. شما سوال پرسیدین، حالا ما جواب سوال کنیم. استاد مبشر بحث بدیم به استاد خالد خدیونا صحبت بکنن یک چند دقیقه تا بس. استاد مبشر اینطوری به خود جالب نیست بحث و گفتگو، یعنی کسی از کسی فهم نمی‌کنه. بفرمایید. استاد محترم السلام علیکم، لطفا مرام یک چند دقیقه وقت بدین استاد. یک دقیقه یونسی برادر علی خالد عزیز. آقای مدنی، استاد مدنی بزرگوار، الان ما کنفرانس و بحث ها رو ما چند شب دوستان و اساتید ادامه دادن و یک سری ادله از قرآن و سنت و اقوال علما رو ذکر کردن راجع به عذر بودن جهل و تأویل در دین، در عقیده و یک سری دلایل قوی آوردن. ولی یک مسئله که خیلی مهمه، الان شما مقلد هستید، بنده هم مقلدم و بقیه اساتید هم مقلد هستن، یعنی مجتهد نیستیم ما. مخصوصا در عقیده اهل سنت ما فقط تابع علمای قدیم اهل سنت و جماعت هستیم. دو نفر از علما و بزرگان به عنوان علمای مرکزی اهل سنت و جماعت شناخته شده هستند. در قرن 6 به بعد و قرن این یک دو قرن اخیر، این دو عالمی که ایشون شیخ الاسلام ابن تیمیه هستش، یکیش محمد ابن عبدالوهاب هستش و محمد ابن عبدالوهاب مجدد دعوت ابن تیمیه و دعوت و عقیده اهل سنت و جماعته. خب شما این دوتا رو قبول دارید به عنوان عالمی که این مسائل رو ازش بگیرین؟ اصلا به عنوان عالم اهل سنت و جماعت این دوتا رو قبول دارین؟ خیلی که همیشه شما یک نکته رو آقای خالدی عزیزی همه شما در کنفرانس بوده و ذکر میکنن، یک نکته رو من ذکر میکنم که تا به حال ما یکی از شما رو طعنه نزدیم اما از جانب شما طعنه رو دیدیم. این در حقیقت بی‌ادبی از جانب شما است که حتی تنگ نظر هم گفتین. این غلط است. طرف مقابل رو یک بار به تنگ نظری اهمیت ندید. اما جواب دوم ببینید چگونه انسان باید جواب بده. جواب دادن رو شما یاد بگیرید. جواب این است که قبول دارم. بله بفرمایید. تمام است جواب. قبول دارم. قبول دارم. ابن تیمیه رحمه الله و شیخ عبدالوهاب گفت قبول دارم. بفرمایید. استاد عزیزی بفرمایید. جواب مختصر. بله قبول داره. استاد خالد سلام داره. الان خیلی خوب شد. پس شما این دو و مسئله عذر به جهل و مسئله عذر به جهل رو از کدام یک از این دو علما گرفتید؟ من از قرآن و سنت و سلف صالح میگیرم. در حالتی که مناظره هست از هر دوی این دو عالم میگیرم. ببینید جواب من به شما مختصرا اینه آقای خالدی که وقتی که در مسئله شما رأی شیخ الاسلام ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب رو قبول دارید؟ ببینید من به شما دارم جواب میدم، کمی صبر بکنید ان شاء الله. رأیی که این دیگه میشه تفریح و از بحث. نه ببین آقای خالدی ببین، تو بگذار که من صحبت بکنم عزیزی. ببین چرا نمیخوای که من صحبت بکنم؟ این چی یعنی بیرحمیه در مقابل انسان. شما میخواین با همین نمود به مردم عادی بفهمونین که شما هستین چی هستین. بگذار من صحبت بکنم. ببینید جناب مدنی از لحظه‌ای که آمدین که شما صحبت میکنید. نه سوال من نه ببین نه به سوالی که اینجا مطرح شده من باید به فهم خودم جواب بدم، نه به فهم خودشو. من شیخ الاسلام ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب که شما میگین رحمهم الله، من فهم دیگر از اونها دارم و شما فهم دیگر از اونها دارین. من شیخ الاسلام ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب که سخنهای ایشون در نزد ما دیگر است، در نزد شما دیگر است. پس بیاید به همون امر الله اطاعت کنیم. الله چی گفته؟ وقتی که در بالای چیز اختلاف کرده بیروید به قرآن و سنت. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
این کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر. من و شما در بالای شیخ این هر دو شیخ اختلاف کردیم. من میگم که اینها عذر نمیگه، شما میگید که عذر میدید. پس بگذارید رویم به سلف. شما از سلف به من بگوین که کی عذر داده. مرحمت. و به سوالهای من جواب نداده، مرا به دیگر سوال ندارید. به سوال من کی جواب میدهد؟ چرا به سوال من هیچ کس جواب نمیده؟ یعنی شما معتقدید که مستقیما خودتون یک مذهب جدید و مستقل دارین خارج از علمای امت و خارج از علمای اهل سنت دیگه؟ نه، من به واسطه محمد ابن عبدالوهاب و به واسطه شیخ الاسلام ابن تیمیه به نقل سلف میروم. اینها به من تعلیم دادن که نقل سلف را. انا همین است. منهج سلف معروف است. و خود شما گفتین، خود شما به همین روز صبغت الله صحبت کرد یا خود شما صحبت کردین. همین روز گفتین هر حجتی که هست این سخن سلف است. غیر سخن سلف همان وقت قبوله که موافق سلف باشد. پس بیاید در مسئله عذر بالجهل آیا سلف صحبت کرده یا نکرده؟ مرحمت یک سخنی رو بیاره. ما استاد عزیزی فکر کنم من بیاد قطع شد. استاد عزیزی قطع صحبت شد. آقای مبشر مسلمیور، آقای مبشر مسلمیور، اینجا موج من بگویم کمی ضعیف است، بعض بیرون شدن ممکن است یا نشدن ممکن است. اینجا شاهدان زیاد هستند. من از شما با تمام ادب و با تمام احترام خواهش میکنم که به سوال من جواب بگوین. به سوال من جواب بگوین. همین سوالهایی که شما نوشتین مرحمت جواب بگوین. و به خالد عزیزی سوال من اینجاست که این شرط‌های صحتی که میگن قلبی هست کی گفته؟ و با عاکفی هم همچنین سوالم که سلف در کجا یک سخنی رو آشکار در مسئله شرک اکبر گفته باشه. و بس شما خاص در مسئله سب الله بگوین حدیث روایت امام بخاری رو قبول دارین ندارین؟ والله اعلم که الله میگه که کسی که مرا بشنون داد این شرک اجازه بده دیگه بس است. حالا دیگه به عنوان سائل آمده بودین جناب ابو محمد. حالا سوال شما رو گرفتیم دیگه، نوبت پاسخ هست. سوالا رو شما جواب بدین. یک لحظه صحبت ما رو اجازه بدین لطفا. صدا جان پخش است یونسی برادر. بله، ما سوالا رو شما جواب بدین. ببینید آقای مدنی، اول که خودت آمدی اینجا من حیث میمان تعیین تکلیف نکو. یک دومی که یک سوال یک جواب. تو در کجا در مدینه درس خوندی که دیگه هیچ کس درس نخونه؟ در کدام سویه علمی قرار داری؟ در هر سویه علمی که قرار داری. صدا یونسی برادر ما نداریم. بله اجازه بدین من گپای ما بزنم. ضرور نیست که آمدی با ما جنگ بکنی، بعد مجادله نامدی، بر مباحثه آمدی. قرار باشه مباحثه علمی بکنی. چند نفر با هم آوردین اوجا تکس میتا شما میدین امرای همگی جنگ دارین. برادر یک سوال یک جواب. قرار باشه اگر تو درس خونده باشی صدها و هزارها و میلیون ها نفر دیگه در مدینه منوره درس خونده، تخصص داره در بخش‌های مختلف. یک تو در بخش عقیده تمام علم به اتمام نرساندی. کوشش نکو زبان همگی رو باز بکنی، آرام بشی، تعیین تکلیف نکو. یک سوال یک جواب. در غیر از او اجازه برای دادن نمیشه، از صفحه خارج میشی. تو ملعیس میمان هستی، تو جناب دی که ما را دیگر را امر بچلونی. کوشش بکن که هر کس کلامی کافر هستن. نه این عزیز کافه کو خدایی برخورد میکنه، خوش میکنه. ادب یاد بگیر. یاد بگیریم اینجا شخصی نیست استاد عزیز. یونسی برادر اجازه بده. کسا نگذارین استاد بگه دیگه توهین بکنن استاد عزیز. همون فقط یک نفر صحبت بکنن بهتر میشه. استاد ما یک چیز یاد بگیریم. اینجا که برادر بالا میشه خدا من میکنه صد کنه. این کار خوب نیست. کسی که همین سخن را کرده او پیشنهادی که الان به من کرده من قبول دارم. من میبخشید مبشر مسلمیور 30 ثانیه به من وقت بدین. 30 ثانیه وقت بدین. 30 ثانیه. برادر عزیز ابو محمد برادر ببینید، صحبت کردن از خود یک سلسله از آداب و اصول و قواعد داره. شما به عنوان یک سائلی که آمده باشین و اینجا یک حکم شرعی را نفهمین و واقعا اون را از ما بشنوین، به این عنوان نیامدین. شما به خاطر ازی آمدین که سوالی را که ما گفتیم، مباحثی را که ما گفتیم را به زعم خودتان به چالش بکشین و در مورد از اون مناظره بکنین. به خاطر ازی که این سوال بله فهم درست. اجازه بده من صحبت نکنم. خودت گفتی که من صحبت‌های همه شما را شنیدم. صحبت‌های من را هم شنیدی، صحبت‌های برادر هم شنیدی، برادر عزیزی را هم شنیدی، برادر حریری هم شنیدی. پس تو به خاطر مناظره و مباحثه آمدی. هر برادری که به خاطر مباحثه و مناظره میآید ضرورت داره به خاطر از اینکه ما به نتیجه برسیم.
به خاطری که ما به نتیجه برسیم اول موضوع محل نظام معین میشه، معیارهای دو طرف مشخص میشه، بر اساس میریم. اگر قرار به این بوده باشه که با قال مقالک و با پتک کردن تو خواسته باشی بیای اینجا گپت بگی، اول خیلی نشان میده که متاسفانه اگر کسی همین کارا بکنه، حالا من مخاطب شما را قرار نمیدم، هر کسی که همین کارا بکنه این نشان میده الله المستعان، الله المستعان نمیفهمه. پس هدف تو از آمدن به اینجا مناظره کردن هست و مناظره از خود معیارها و اصول و ضوابط داره. ما در خدمت هستیم. ما اگر قرار به این بود که میخواستیم از کس فرار بکنیم و اگر ما پاسخ سوالات یک کس نمیدادیم، اصلا آماده از این نمیشدیم که داریم با کنفرانس بگیم، ساعت‌ها اینجا بحث نمیکنیم و این سلسله ما ادامه داره. شما ورخطا نباشین، شما تصور نکنین که ما از سوالات شما میگیریم. حالا شما نه سوال میکنین، ما سوال شما را پاسخ میکنیم، بلافاصله پس شما هنوز ما پاسخ نداده شما قضاوت کردیم. امیال همه برادران اینجا حاضر هستن که ما هنوز جواب سوال ندادیم، شما آمدین در مورد ما قضاوت شم کردیم. آقای مبشر مشکلی همین جاست که برادر عزیز اجازه بدید که من صحبت بکنم. باشه بفرم. اجازه بدید. هدف شما از سوال کردن است که بیاین سوال با چالش بکشین و به اصطلاح بحث ببرین به طرف مناظره. همینجا برادران زیاد سوال کردن، بحث رو گفتن رفتن. شما به خاطر مناظره آمدین، ماشاءالله مقدماتتون به حد کافی گفتین، براتون فرصت کافی دادیم و بعد از این هم میدیم، هیچ مشکلی نداره، پاسخ همه سوالات شما رو داریم. اما هدف ما از این آمدن و هدف ما از برگزاری کنفرانس و هدف ما از کنفرانسایی که در ادامه از این هم میباشه این گپ یک روز ما نیست. هدف ما است که دوستا بفهمن و به یک نتیجه مطلوب برسن. حالا وقتی شما آمدین ماشاءالله از این ابتدا با پتک سر ما برای خود ما در صفحه خود ما اجازه صحبت نمیتین. اول این روش شما روش درست نیست. ما به خاطر از در حضور همه دوستا آماده از این هستیم که یک روز را مشخص بکنیم. گرچه من دوباره تکرار میکنم، اگر شما خواسته باشین مباحثه علمی بکنین، تا زمانی که جایگاه و هویت شما و مرتبه علمی شما برای ما مشخص نشه، من شخصا با شما مباحثه و مناظره نمیکنم. به دلیل این که مناظره کردن با یک شخص مجهول الهویتی که جایگاه و مرتبه علمی از او معلوم نیست، اهانت به علم است. پس اگر شما اجازه بدین من گپ خودم که قبلا گفته بودم، آره میگم بعدا میگم، اگر شما آماده مباحثه باشین ما در خدمت شما قرار داریم. شما میایین میگین که من فلانی بچه فلانی در فلان جای با این درجه درس خوانیم و حداقل از ابتدایی مفاهیم این مباحث علمی که در موردش میخوای بحث بکنی آگاهی داشته باشی و حداقل آداب ابتدایی صحبت کردن و بحث را باید داشته باشی. ما در خدمت شما هستیم و هیچ کسی از پاسخ سوال شما فرار نمیکنه، هیچ کسی از بحث با شما فرار نمیکنه. اصل چیزی که من میخوایم و من قبلا هم میگم گفته بودم، من با ما شما مستقیما هم صحبت کردیم و در صحبت مستقیم برای شما گفتم، من خودت فعلا هم تا هنوز هم برای من یک انسان مجهول الهویت هستی که جایگاه و مرتبه تو تا هنوز من نمیفهمم که واقعا تو خودت سواد ابتدایی داری یا نداری، آیا واقعا تو علم خواندی یا نخواندی. هر آدمی از هر کوچه و پس کوچه بیاید و برای من بگه که من تو مباحثه میکنم، من این کارو نمیکنم. دوست عزیز ما، اگر کسی بیاد به خاطر عزیز سر من قضاوت بکنه، برای من قضاوت کسی هم مهم نیست. پس شما میخواین بحث و مباحثه بکنین، ما شخصا هیچ مشکلی ندارم برادر، ما به عنوان برادر کوچک در خدمت شما هستم. اما شرطش اول است که شما بیاین با هویتتان مشخص شود که واقعا شما علم و دانش دارین. شما میل ادعا میکنین که من 20 سال در مدینه درس خوانم. خیلی خوب، از 20 سال در مدینه درس خوانین، تنها شما نبودین که جامعه مدینه تنها برای شما شده بود. هزارها نفر هستن دوستای ما از مدینه میاریم که واقعا مشخص باشه که شما درس خوانید یا خودتون برین ثابت بکنید، سند بیارین، یک مدرک بیارین، هویتتان به ما معلوم باشه. ما در خدمت شما قرار داریم. اما اگر قراری باشه شما با پتکه و با قالمقال به صفحه خودم آمدین تو ماشاءالله قالمقال و پتکه میکنید، 4 دقیقه براتون وقت دادیم، برای ما میگم اجازه است، تو میگین اجازه نیست. خب این درست نیست. و به خاطر ما به خاطر از اینکه به نتیجه برسیم، اگر شما آماده بحث هستین، ما در خدمت شما هستم، سایر برادران هم در خدمت شما هستن. ما از بحث فرار نمیکنیم، از پاسخ به سوالات یک کس فرار نمیکنیم. اما بله، دوباره تکرار میکنم که به خاطر مناظره و مباحثه علمی اصول ابتدایی باید رعایت شود. اول شما باید مشخص بکنین کیستین، هویت شما چی هست. ما با یک نام مستعار بله برای هر کس جای سوال را میتونم، اما بحث علمی که هر کس نمیکنین. ما پس اگر شما آماده باشین که واقعا بحث علمی بکنین، بیاین هویتتان مشخص بکنین، جایگاه علمیتان مشخص بکنین، ما در خدمت شما قرار داریم. امیدوار هستم که گپ ما را گرفته باشین و پاسخ سوالات شما خودت گفتی ما شنیدیم، پس پاسخ سوالات ما را شنیدی. اما در اینجا به خاطر مباحثه آمدی و ما با کسی که من شخصا نظر من باز از دوستان دیگه هم نظرشون میگیرم، من شخصا با او کسی که هویت مشخص نداشته باشه مباحثه علمی نمیکنم. برای من اون نفر وقتی جایگاه علمیش معلوم نباشه مباحثه علمی نمیکنم. من این از باب یک مثال برای شما میگم.
ما در پانتون درس میدیم در اونجا تمام بهترین که ما آمدیم کنفرانس علمی را میکنیم. من شما رو فهمیدم آقای مبشر. مسائل علمی از خود اصول داره، مسائل علمی از خود ضوابط داره. اگر شما آماده از هستیم که حق بیان بکنین و ما را به عنوان غلات مرجعه و به عنوان حاضر مشرک تا حد مشرک هم میرسونین، اگر آماده هستین امی موقفتان و امی ادعایتان ثابت بکنین، ما در خدمت شما هستیم به شرطی از اینکه جایگاه علمیتان مشخص باشه. ما در خدمت به خاطر مباحثه هستیم. بیشتر از این وقت برادران و دیگران نمیگیرم. آقای مبشر مسلمیار، من باب انصاف از باب انصاف شما 1 دقیقه به من وقت میدین؟ بله، اما اگر شما همین شرایط ما را قبول دارین بگین که ندارین اجازه این رقم بله این صحبتایی که شما کردین من باور بکنین من هیچ چیزی زیادتی ندارم. ببینید من 1 دقیقه به من فرصت بدید از باب انصاف. من چرا اومدم اینجا؟ من به خاطر این اومدم که سوال‌های دارم، ولی سوال‌ها رو من جوابش رو خودم میدونم. به خاطر ظاهر شدن حق به برادران اهل توحید اومدم. این یک مسئله دیگر من خودم اقرار میکنم. ببینید این جوابش رو حالا میدید یا نمیدید این کار شما است. به من کمی اجازه بدید صحبت بکنم. بله اگر شما از من طلب بکنید که من خودم رو به شما بیان بکنم، ولی من درباره این پیشنهاد شما فکر میکنم و تأمل میکنم و البته شرایطش که موافق شد من به شما خبر میدم که ولی همین چیزی که از من شما طلب میکنید ان شاء الله شما گفتید کاملا در خدمت هستیم. و اما مسئله دیگر اینجاست که ببینید من به شما فقط سوال رو پیشنهاد کردم و جوابش رو انتظار بودم که خود شما به من سوال دادید که شروط تکفیر و تکفیر چیست. پس خیر الله ما را شما را همه امان را به هدایت نصیب بکند. و اگر شما خواهید یک سخن امام بربهاری را من به شما بگویم و بیرون شوم، اگر اجازه باشد یک سخن امام بربهاری را بگم بیرون شوم. سخن امام بربهاری را بفرمایید. قال البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة رقم در كتاب شرح السنة رقم 49 صفحه 49 قال ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله. وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالإسلام لا بالحقيقة. هیچ کسی را از اهل قبله از اهل اسلام هیچ کسی بیرون نمی کند تا همون زمانی که آیت از کتاب الله را رد بکند یا چیزی از آثار رسول الله صلی الله علیه و سلم را رد بکند، یا که اینجا مسئله ای که برادران باید دقت بدید ذبح به غیر الله بکند و نماز به غیر الله بخواند و یصلی لغیر الله. و زمانی که یکی از همین کفریات و شرکیات را انجام داد به تو واجب است ای مرد موحد که تکفیرش بکنی، تکفیر عینش بکنی و بگوی که مشرک است. اگر یکی از این شرکیات و کفریات را نکرد پس بدان که این مسلمان است بالاسم نه بالحقیقت. کسی که همین منهج را انکار میکند منهج سلف را انکار کرده و این بالاخره اگر مشرک را مشرک نگاد مرجئه هست و حتی علما مرجئه الغلات را گفتن که معذور دیگر است. خب باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اهل التوحید. ما رفتیم موجود شما رفتیم. مباشر از همین برادر یک سوال داشتم از برادر. نکنین سوال برادر بگذارین سوالشو بگذارین نیاز نیست. خب برادر بفرمایید اگر اجازه بدین من به شما جواب میدم. برادر عزیز شما برای بحث آمدین، هر وقتی که شرایط بحث پیدا کردین ما در خدمت شما هستیم. درست؟ شما اگر ما رو همچین یک برادر خود بگذارین، همچین یک برادر خود اگر دونین بگذارین، من به سوالی برادر به خواهش برادر شما یک اجازه بدین که ما صحبت بکنیم. خیر به سوال بکنم. بفرمایید. آیا برادر ابو محمد با وجودی که شما ادعای علم دارید ما براتون احترام داریم در هر جایگاهی که هستی، آیا شما که از کشور تاجیکستان هستید واقعا حکومت کشورتان طاغوت میدانید رئیس جمهور کشورتان یا نه؟ مهربانی برادر سوال شما سوال بهترین بود. الله شما را حفظ بکند و در توحید هم ما را سرجم بکند. سوال شما را ما واضحانه 100 مراتب جواب دادیم. حکومت تاجیکستان حکومت طاغوتی است. امام علی رحمان مرتد و کافرش لشکرش طاغوت است. هر کسی که دیده و دانسته این را تکفیر نکرد خودش از جمله همونها است. این جواب مختصری ما است و اگر خواهید که دلیلش رو بشنوید مرحمت به یوتیوب نظر بکنید. من جواب دادن اهل سنت است. حکومت افغانستان هم حکومت مشرکی طاغوتی است، لشکرش هم مرتد است و علمای که همین حکومت را دستگیری میکنن از جمله همونها هستند.
و دلیل داریم. مرحمت اگر خواند حال بحث بکنیم، مناظره بکنیم، حال حاضر. هر وقت اهلیت مناظره رو پیدا کنید در خدمت هستیم. ابو سعد بفرمایید. بفرمایید. کسی سوال داشته باشد بفرمایید، نباشد بیرون کنین. میتونین خودتان بیرون شوین، نیاز نیست ما بیرون بکنیم. اگر گپ داشته باشین میشنویم، اگر نداشته باشین هر وقتی که هدف شما گپ دارم. اگر شما اجازه بدید من گپ دارم. مثلا سخن ابو حنیفه رو خوانم، دیگر سلف صالح امام شافعی رو خوانم. ما تا گپ داریم برادر عزیز. در مورد ببینید آقای مبشر خیر باشه، من شما رو راحت میگذارم. اینجا بازی خود رو ادامه بدین. مرحمت. تمام بکنید. سلامت. تشکر.